آزار جنسی، لطوکوب و تجاوز به ناموس از نوع‌های معمولی خشونت نسبت زنان است که اکثرا در حالت اشکار شدن جامعه سنتی توجیک خود زنان را به آن سببگار می‌دانند. نیلوفر جوانزن 18 ساله توجیک که ماه августи سال گذشته به شوهر برآمد تنها 40 روز تحقیر، خشونت و تشویق شوهرش به بداخلاقی را تحمل کرد. خیلی قطیم دخترها میزد که خیلی نمیکنه، او خیلی نمیکنه، قطیما این کار شما نمیکنه، قطیما گپای بزه میمدم سخت میرد سرم خم میکرد. مادری وی میگفت که تای صغیره خونه. نیلوفر میگوید نزدیکانش او را به صبر دعوت میکردند و میگفتند حادثه های به سرش آمده را به کسی نگوید. زمانی که کاسه صبر این جوانزن لبریز شد، قصد خودکشی کرد. پیوندانش برای اشکار نمودن روزهای پنهانیش در دادگاه راضی میشوند. پنهان کردن خشونت و آزار جنسی یکی از 6 تصور غلط و یا استریوتیپ گندری در جامعه تاجیکستان نسبت به زنان بوده است که به قول مرکز زرکله به جای دستگیری آنها را متهم میکند. زن برای حفظ عائله باید خشونت را تحمل کند. یکی از دیگر تصورهای شخ شده است که 10 سال باز پروینه را به طاقت کردن لطوکوب شوهر وادار میکند. لطوکوب میکنه، لطوکوب هر روز هستیم بالای این با فرزند داریم، اینقدر مثال غم فرزند میخوریم، همه زندگی خونه خود میبریم، تا لطوکوب همه وقت هست. من مثال زنم نمیخوام که نام به شوهر برآمدند. مسئولین مرکزهای حقوق انسان میگویند در تاجیکستان هر دومین حادثه خشونت با لطوکوب زن انجام مییابد. تنها در 10% چنین موردها قربانیها به مقامات حفظی حقوق مراجعت میکنند. سفربگیم 25 ساله 1 سال پیش قریب بود که مورد تجاوز قرار بگیرد. مقاومت او توجه اطرافیان را جلب کرد و او را از بدنامی نجات داد. وقتی که از جزیره از پشت خوابگاه جزیره آمدیم، راه 17 قطنینه دیگر راه قطعی رفت. در من فهمیدم که چی نیت دارد. نیتش فهمیدم، با خودم کوشش کردم که در خودها در ما حالت از زمین وضعیت خودم برارم. رول شفیع را تاب دادم، گفتم که لطاک تخلطت که نشد. بعد راه کوچه برفت، ماشین من کرد. اکنون دیگر مقصد شفیع را فهمیدم چی مقصد دارد، چی نیت دارد، لیکن خودم تماما به نترسیده نرسیده چی کوشش کرد خودم خلاص کردم، کوشش کردم. سفربگیم به مقامات حفظی حقوق مراجعت نمود، اما حملگر را پیدا نکردند. بالای سوختن مکاب حرفایی را نشونید که گویا خود او تحریک دهنده این عمل بود. اثبات نیست، حقیقتا اگر اثبات کنن تا آخرش نمیسال امکانیت من که اثبات نکردن، ممکن بعضی آدم ما را گناهکار کنن. بعضی ها میگن که خودت مثال خودت خیلی امکانات یا خودت سوار شدی ماشین یا خودت امکانات دادی. نه، سازمان‌های دفاع حقوق زنان برینند که زنان توجیک در میان قشر ضعف‌پذیر جامعه قرار دارند و شمار زیادی آنها همه روزه از ناگاهی از حقوق خویش و مشکلات بیشمار اذیت میکشند. در جامعه مردسالار توجیک زنان از نگاه مردان باید فرمانبردار باشند. گفت که باید مرد باشه خوشه. برای چی؟ برای که مرد همه وی از دست مرد کو، همه بازیافت و کمیافت همه وی این در گردن مرد کو، تامینات خونه همه طرفه وی خونه در گردن مرد. صاحب نظران توجیک سرچشمه های پیدایشی استریوتیپ های گندری را بیشتر به ارزش های دینی و باورها و رسم و رسوم ملی ربط می دهند. به نظر آنها دین مرد خانه را سلطان خانواده و زن را مطیع آن می داند. پدر در خانواده همون رفتار را به نسبت مادر می کند. فرزند پسرش فرد فکر می کند که من بایدم با همسرم چنین رفتار کنم، یعنی این رفتاری درست است. وقتی که دختر در خانواده می بیند که او از طرف پدرش از طرف برادرش مورد شکنجه قرار می گیرد، مثلا تحقیر می شود، از کودکی به همین چیز کلان می شود و وقتی که به خانواده دیگر هم می رود و فکر می کند که زندگی همین است. ضمناً بر پایه پژوهش سراسری طبی و دموگرافی کمیته امور تاجیکستان 19% زنان و دختران از 15 تا 49 ساله تاجیک آزار جسمانی دیدند و 4% آنها اقرار شدند که حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و تنها از 5 نفر زن برای ختم خشونت بر سرش تلاش کرده است که یکی از آنها نیلوفر است.